جان ای نازنین از عشق مردم ای ناز ساکی میکنی آی خود عاشق میکشی و تکیه بر من میکنی ای جان. معدن هم پدره هم مادره. یه چیزو خیلی برام عجیبه، اینکه این حوزه خیلی غریبه واقعا به نظرم. از این بابت غریبه که هم اون متولی همون سیاستگزار نگاه درستی بهش نداره، نگاهش در واقع نگاه انبار مواد اولیه است. هر چیزی که در واقع به زندگی ما وابسته است و ما ازش استفاده میکنیم از دل معدن میاد. همه چیز از اینجا میاد بیرون. ببینید سرمایه گذاری که میاد توی این بخش با اینکه خیلی تحت فشار معارض محلیه، درگیر چالش هایی که سیاستگزار براش ایجاد میکنه، عوارض صادراتی، نمیدونم خام فروشی فلان بهمان، تهش هم مردم هم میان میگن که آقا معادن داره غارت میشه، ولی نمیبینن که اون سرمایه گذار تو این پروسه پیچیده تولید که واقعا پروسه خیلی عجیبیه میاد سرمایه گذاری میکنه، خیلی دردسر میکشه و میتونست جای دیگه بره سرمایه گذاری کنه و فوشش هم نخوره. ولی واقعا کسی که اومده تو این کار سرمایه گذاری کرده واقعا عشق داشته، واقعا عشق میخواد و کارشون واقعا سخته. یعنی اینجوری نیست که بگی طرف خورد برد نمیدونم معدن خام فروشیه، نه اینجوری نیست. خلاصه که معدن خیلی غریبه، به نظرم کسب و کار غریبیه. کاری که ما قراره انجام بدیم بیشتر رسالتمون باید معطوف به این باشه که این فضا رو به مردم، به سیاستگزارا بیشتر بشناسونیم، بیشتر حال و هوای معادن رو نشون بدیم تو مناطق محروم، بیشتر نشون بدیم که اینجا چه خبره، تا اینکه بریم سراغ این که شرکت‌های بزرگ رکورد تولید زدن. واقعا اینا اهمیتی نداره به نظرم. رسالت اصلی ما حداقل این میتونه باشه. خیلی حرف زدم بعد از مدت ها. خیلی مخلصی.